hard luck، اقبال سخت. اون چی که شما هستی بخش زیادیش به بخت و اقبال شما برمیگرده. تو کدام خانواده به دنیا اومدی، تو کدام کشور به دنیا اومدی، تو کدام زمان به دنیا اومدی، تو چه شغلی گیر کردی، تو کدوم محله به دنیا اومدی. و شواهد بسیار زیادی نشون میده که اوه اینا چقدر تو سرنوشت ما موثرن. باز کتاب برای خواندن Hard Luck: How Luck Undermines Free Will and Moral Responsibility، نیل لوی 2011. و باز کتاب دیگری بروس والر داره The Stubborn System of Moral Responsibility، انتشارات MIT 2015. اساس اینا اینه، میگه ببین قسمت زیادی از کارهایی که تو میکنی، قسمت زیادی از دستاوردهات چه مثبت چه منفی از حوزه تلاش خودت خارج بوده. یعنی ببین اگر شما مثلا دستاوردات اینقدر تا اینقدرش محصول فرایندهای محیطی، ژنتیکی، کشوری که به دنیا اومدی، وضعیت خانوادگیت، دریافت‌های کودکیت و همه ایناست. اون بخش خیلی کمیش رو خودت ساختی، چه مثبت چه منفی. و اشاره کردیم که این هارد لاک طرفداران جدی تو اقتصاد، روانشناسی و رفتار داره.